دیسکریپشن بخش توضیحات همین ویدیو روی لینک بزنی مستقیم وارد این میشی و اوکیش میکنی، اینو دانلودش میکنی، کاری اصلا نداره. من اون قسمت رو رکورد نبودم که بخوام برات به قول معروف ویدیو رو موقع ثبت نام اوکیش بکنم، نه، مثل تمام ایدراپای دیگه یه جیمیل رو به قول معروف یه چیز ساده میدی و وارد میشی، تموم شده رفت، به همین سادگی. خب لینکش هم داخل دیسکریپشن گذاشتیم، بخش توضیحات همین ویدیو استارتش رو میزنی، بعد وارد این صفحه میشی، میبینی مقداری تسک داره، میگه توییتر رو نمیدونم چیزای دیگه ما رو دنبال بکن، همین تسکاشه دیگه، بیشتر نداره. حالا بهت بگم جلوتر چیا قراره به این اضافه بشه. الان میبینی بچه ها بالا زده لیستینگ پرایس $1.20، یعنی هر توکن قیمتش روز لیست $1.20 خواهد بود. الان میشه معادل، یعنی چیزایی که من به دست آوردم 6 توکن و یعنی تقریبا کمتر از 7 توکنشو من به دست آوردم که میشه معادل $8 میشه از این تسکایی که من به دست آوردم. اینجا فعلا کار ما تمومه. اینجا این قسمت قرار بخش دیفای اضافه بشه که شما به قول معروف داخل دیفای کاری لازم رو باید انجام بدیم که هنوز اضافه نشده، نمیتونم دقیقا بگم چه کاری قرار داخلش انجام بدیم. یه قسمت گیمینگ هست داخل این ولتش اضافه بشه، چندین کار دیگه هست که چندین چیز دیگه هست که قراره به این اضافه بشه و ما با هم انجامش بدیم، ولی فعلا همین هست. حالا ما میایم فضای اینو کامل برای توضیح میدیم. این قسمت که قسمت هوم هستش، این قسمتش هستش، قسمت هوم هست. میایم پایین، اینجا چیزی نداره، میایم ایردراپ، اینجا تسکا هست که باید انجام بدید که بهتون گفتم. اینجا هم دیلی هستش، انجام بده هر روز، یعنی اینجا هر روز این اوکی میشه، انجامش میدی. خب پس این تسکار که انجام دادی این دیگه تموم میشه، تسک جدید که اضافه نمیشه. ربات تلگرامی نیست که بخواد تسکای کیلویی برات اضافه بکنن، اینا دیگه تسکاش تموم میشه. فقط میمونه این دوتا تسکه دیلی هست، روزانه هست، که معادل زده نیم سلسی، یعنی نیم توکنش میتونی شما بگیری، 2 تا نیم در اصل میشه 1 توکنش. خب حالا میایم بخش ریوارد، قسمت وسط. اینجا میایم کد رفرالت اینجا هستش، حتما لینک خودتو واسه دوستات بفرست که هم یه پاداش به اونا بده چون دارن با کد رفرال وارد میشن، هم یه پاداش به شما بده. پس این قسمت لینک خودتو میتونی کپی کنی که واجبم هست واسه دوستات بفرست که توکنای پاداش بیشتری دو طرف بگیرن. خب ایدم حالا من نمیدونم چی هستش، جایزه میدن، حالا چی میخوان بدن دیگه من نمیدونم. خب میرسیم کجا؟ میرسیم اینجا که اومده، حالا رنگ‌ها رو زده، چیز خاصی نیست. و اینجا میرسیم پروفایل، قسمت آخرش این پروفایل هست. نگاه کنید بچه ها، اینجا بهتون میگه ولتتون رو وارد بکنید. شما ولتتو و میبینید الان جیمیل منه، جیمیل رو اینجا گذاشته، اینجا ولت رو میزنی. ولت چی میخواد؟ سولانا میخواد. شما وارد، حالا بعضیا نمیدونن ولی ما کامل توضیح میدیم، وارد فانتوم میشید، وارد فانتوم میشیم. خب کنتینیو میزنیم. خب الان ما وارد فانتوم شدیم، اوکیه. اینجا حالا من فانتوم هم ببینید زده سولانا، روی سولانا میزنی، قیمت سولانا هم الان رسیده $226. خب روی این میزنی ریسیو، اینجا میزنی روی کپی میشه. بعد چه کارش میکنی؟ حواست باشه ولت ولت سولاناتم، ولت فانتومتم حتما اون حالا چیزای بازیابیشو داشته باش، 12 کلمه هست، حتما جای ذخیره داشته باش. لینک رو کپی میکنی، لینک سولانا رو، آدرس سولانا رو میاری میذاری اینجا، میذاری داخل این. حالا من نمیدونم وقتی ثبت نام میکنی این برات نمایش داده میشه یا بعد از ثبت نامت وقتی وارد میشی قسمت پروفایل، حالا هر چیز دیگهش اینجا برات نمایش داده میشه، دقیقاً نمیدونم. پس حواست باشه ولتت هم آدرسشو
میدی اوکی میشه، مال سولانا رو واردش میکنی. اینم که رفرال کد هست که داخل همون صفحه قبلی بخش ریوارد نشونتون دادم. اگه 1% دیدی این مشکل داره، اشتباه زدی یا حالا هرچی، میتونی اینو بزنی از اول ولتتو وارد بکنی. خب واسه حالا چیزای دیگه، حالا اون بخش بازی کردن و حالا نمیدونم استیک کردن، اینا قرار همه داخل این اضافه بشه، چون این تازه اومده. تازه یعنی فعلا فقط میتونیم همین کارا رو انجام بدیم. این چند تا تسکی گفتم انجام بدید، با اون تسک روزانه با به قول معروف بخوای رفرال بگیری، حالا دعوت بکنی که پاداش دو طرف گیرشون بیاد. همین فعلا میتونیم انجام بدیم. حتما استارت اینو بزنید. این ایدراپ قوی هستش، هم دکس خودشو داره، صرافی خودشو داره راه اندازی میکنه و هم چیز خودش، کیف پولی خودش هم تا 3 ماه آینده کامل خواهد شد. پس حتما استارت اینو بزنید. لینکش داخل دیسکریپشن بخش توضیحات همین ویدیو موجوده. و اینجا بازم بهت بگم، داری میبینی قیمت هر توکنش $1.20 قرار لیست بشه و تا الان هم 6 ممیز 7 توکنشو به من داده. ایدراپ هست آقا، یه چیز ریسکی هست، ممکنه فردا اصلا پول ندن، ممکنه آقا یه چیزی بشه مثل حتی از پای نتورک هم بهتر پول بدن، از نمیدونم ایدراپ های دیگه هم بخوان بهتر پول بدن. پس اون دیگه دست خودت هست، بخوای استارت بزنی یا استارت نزنی. به هر حال لینک این داخل دیسکریپشن بخش توضیحات همین ویدیو موجود هست. خیلی دوستتون دارم. حتما هم تلگراممون رو دنبال بکنید رفیق، چون خیلی از خبرها رو مربوط به ایدراپا رو داخل تلگرام پوشش میدیم. لینک تلگراممون داخل دیسکریپشن تلگرام رو حتما دنبال بکن. خیلی دوستتون دارم. تا ویدیو بعدی، فعلا.